چالش 7 روزه روز دوم. امروز که خب بلند شدم از خواب، کلی کار انجام دادم. اولین چالشی که داشتیم شکرگزاری بود، شکرگزاری کردم. حالم خب باز بهتر بود نسبت به دیروز. اما یه نکته که حالا فهمیدم خیلی جالب بود، بیدار شدن از خواب بود. دیروز ساعت 6 و 20 دقیقه من پا شدم، امروز 7 و 10 دقیقه پا شدم. یعنی یه تفاوتی که خب این طبق ساعت این بازدهی که بود اندازه 40 دقیقه اینجا، 10 دقیقه اونجا، 50 دقیقه تایم بود. صبح احساس کردم طولانی تره. 6 و 20 پا شده بودم، کلی کار احساس کردم انجام دادم تو اون حالا 40 50 دقیقه‌ای که بود. و این تایم با تایم عصر خیلی فرق داشت. مثلا 40 دقیقه عصر با 40 دقیقه صبح خیلی متفاوته، طولانی تر بود احساس میکنم صبح. بس سحرخیزی خیلی خوبه به نظر من. از این به بعد حالا میتونم در آینده تو عادت سازی عادتهای مثلا سحرخیزی رو هم اضافه کنم به کارم.